صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان، 11مین بخش از انجیل مقدس. بیایید قبل از اینکه کلام خداوند را مطالعه کنیم، قلب‌ها و افکار خود را به سوی خالق یکتا و خداوند هستی که ما را دوست دارد و محبت می‌نماید توجه کنیم و از قادر مطلق و پدر آسمانی تمنا کنیم که در این ساعت با ما به وسیله کلامش سخن بگوید و با روح القدسش ما را تعلیم بدهد تا حجابی که بر چشمان روحانی و افکار معنوی ما قرار دارد برداشته و بتوانیم حقایق آسمانی را درک کنیم، زیرا فقط بدین وسیله قادر هستیم چیزهای عالم معنویت را درک کنیم. و اگر این حجاب بر افکار ما قرار گرفته باشد و آن را برنداریم، دوستان عزیز، هرگز قادر نخواهیم بود کلام خدا را نیز بفهمیم. پس بیاییم و بگوییم: ای خداوند مهربان و ای خدای عادل و پدر آسمانی، تمنا می‌کنیم که در این ساعت بندگان خود را تعلیم و هدایت فرما و کلام آسمانیت را بر ما مکشوف بساز. این دعا را به نام کلمه و نور تو، یعنی عیسی مسیح زنده می‌طلبیم. آمین. اگر کتاب مقدس انجیل را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر فیلیپی بگشایید تا از فصل دوم و از آیه 19 دنباله آیات شریف را با یکدیگر مطالعه و روی معنی و جملات این آیات آسمانی تفکر و تعمق کرده و زندگی خود را مطابق خواست خدا اصلاح کنیم. همانطوری که در مقدمه این رساله خدمتتون عرض کردم، حضرت پولس زمان این رساله را می نویسد که در زندان خاص امپراتوری روم منتظر محاکمه نهایی خودش که بعداً منجر به شهید شدنش در راه انجیل مقدس می شود بود. در زندان امپراتوری روم او با سربازان رومی رو زنجیر شده بود و هر 4 ساعت یک سرباز را عوض می کردن و یا یک نگهبان تازی رو با او می نهادند و یا زنجیر می کردند و در حقیقت پولس بدین وسیله بشارت انجیل رو نیز به سربازان خاص امپراتوری روم می رسانید. در فصل دوم او یک هدف اصلی رو پیگیری میکنه و مسیحیان را تعلیم میدهد که زندگی مسیحی بایستی این باشه که هیچ وقت احساس بیهودگی و پوچی در دنیا را نباید بکنید. پولس رسول نشون میده که یک شخص مسیحی در زندگی صاحب هدف و مقصود خاصه و هرگز نباید اجازه بدهد که احساس بیهودگی و یا پوچ بودن زندگی در او وجود داشته باشد، زیرا خداوند یکتا او را برای مقصود و هدف بسیار خاصی خلق کرده و خدا می‌خواهد او را برای مقاصد آسمانیش به کار ببرد و الا خدا او را خلق نمی‌کرد. و دوم این که باید روش و طریق و مسیر زندگی رو که عطیه خداست رو دریابه و بداند که برای چه زندگی میکنه، مقصود از زیستن چیه و اینکه در چه مسیری قرار گرفته و چه راهی رو باید طی کند. این است فلسفه زندگی مسیحی که اولا باید بداند که او برای مقصود و هدف خاصی خلق شده، بنابراین نباید هیچ وقت اجازه احساس بیهودگی و پوچی در زندگیش به وجود بیاد. و دوم بایستی روش و طریق و مسیر زندگیش رو که عطیه خداوندیه بدونه و بدانه که برای چه داره زندگی میکنه، در چه مسیری قرار گرفته و چه راهی رو باید طی کند. دوستان عزیز، دعای من این است که شما نیز بتوانید به این اساس و یا فلسفه زندگی توجه داشته باشید و بدانید که به راستی برای چه خدا شما را خلق کرده، چه هدفی رو باید طی کنید، چه راهی رو باید در آن قدم بردارید و اینکه چه مسیری رو در پیش گرفته اید.
هدف رسول خدا این است که به ما مسیحیان بگوید شما باید هم فکر عیسی مسیح مقدس نجات دهنده جهان باشید و راه و روش و طریق و اخلاق او را باید طی کنید و او نمونه و الگوی زندگیتون باشه. زیرا مسیحی به معنی کسی است که از مسیح تقلید می کند. مسیحی به معنی کسی است که از مسیح تقلید می کند. و دوستان عزیز، اگر شما میخواید بدونید که شخص مسیحی یا نه، کافی است به اعمالش نگاه کنی و نه الزاماً به حرفاش، چون که کسی که مسیحیه یعنی راه و روش مسیح رو طی میکنه. و اگر ما از راه و روش رو تقلید بکنیم، نه فقط در زندگیمون بخشش گناهان رو از خداوند دریافت کرده ایم، بلکه خداوند نیز از ما خوشنود خواهد بود و زندگی ما را پربار و پربرکت و پرثمر می‌گرداند و می‌دانیم که پس از مرگ به حضور منجی خودمون خواهیم رفت، یعنی در حضور خداوند خواهیم بود و بهترین دلیل و ضمانت حیات ابدی و وارد شدن به بهشت یا ملکوت خدا همانا حضور منجی زنده و کلمه آشکار شده خدا امروز در کنار خالق یکتا می باشد. زیرا همه می دانند که عیسی مسیح امروز در آسمان در حضور خدا و تا ابدالآباد در نزد خالق یکتا خواهد بود و خود مسیح از ما دعوت کرده که با او باشیم تا جایی که او می باشد ما نیز قرار بگیریم. برای همین است که حضرت پولس ما را تشویق و ترغیب میکنه که یک رأی و یک فکر باشیم، راه و طریق مسیح رو طی کنیم. و سپس روی صفت بسیار مهمی تأکید میکنه و آن فروتنی است که یک مسیحی همیشه در هر مرحله باید راه و روش فروتنی و فروتن بودن را طی کند که راه مسیحایی راه فروتنی می باشه. و بعد برای اینکه به ما ثابت کنه که فروتنی در مسیحیت حد و نهایتی نبایستی داشته باشه، زندگی خود عیسی مسیح رو از آیه 5 فصل 2 نمونه می آورد و ثابت می کنه که مسیح به فکر خودش نبود بلکه به فکر دیگران بود. مسیح آمد تا خدمت بکنه، نه اینکه بهش خدمت کنن. مسیح آمد تا جان خیش را در راه ما فدا کنه، به خاطر گناهان ما جانش رو بده. او قربانی ما شد. او تخت جلال و ثروت و مقام و قدرت خود را رها کرد تا من و شما را به حضور خدا بیاورد و با این نوع زندگیش مسیح در زندگی کوتاهی که در این عالم داشت خدا را جلال داد. پس مسیح مقدس برای ما نمونه مطلق شده است که بیاییم خدا را در زندگیمون جلال بدهیم. و از آیه 12 به ما دستورات دیگری در مورد یک زندگی مسیحایی میده که در مورد آن بیشتر صحبت کردیم و گفتیم که میگوید نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورید. ببینید، اون نمیگوید که برای اینکه خدا شما را بیامرزه، برای اینکه خدا گناهان شما را ببخشه بیایید اعمال نیکو را انجام بدهید، بیایید مذهبی بشید. خیر، بلکه میگه شما نجات خود را به ترس و لرز عمل بیاورید. ببینید، مسیحیان شهر فیلیپی نجات یافته بودند. آنها مقدسین محسوب می شدن، یعنی جدا شده برای کارهای خدا بودند. مقصود این است که حالا که ایمان آوردید، حالا که خدا گناهانتون بخشیده، بیایید تمام کوشش و قدرت خودتون رو برای شبیه شدن به مسیح مقدس به کار ببرید و سیرت و صفات مسیحایی هدف غایی و نهایی شما باشد. و از آیه 13 به آنها یادآور می شود که خداوند قدرتی عطا کرده است که من و شما باید آن رو دریافت کنیم، زیرا خدا اول باید در ما کار کنه، ما را ملزم کنه تا متوجه اشتباهات و گناهانمون بشیم و بعد ما را به کار ببره. از آیه 16 یادآور می شود که خداوند به ما وعده های عالی و شایسته ای داده که ما باید از وعده های خدا بهره بگیریم. و دوستان عزیز، خیلی از ماها فراموش کردیم که خدای مهربان و رحیم آنقدر چیزهای عالی به ما داده است که نهایت ندارد، ولی متاسفانه ما یا از آن آگاه نیستیم و یا از خدا طلب آن را نکرده ایم و یا نمیخواهیم استفاده کنیم. پولس به مسیحیان می‌فرماید که خدا به خاطر عیسی مسیح دروازه‌های برکت و فیض خود را بر روی شما گشوده است، پس بیایید و از آن بهره بگیرید. حالا از آیه 19 الی 30
درباره تیموتائوس که در واقع فرزند خوانده رسول خدا محسوب میشد سخن میرانه و نشان میدهد که این پیرو مسیح نیز همانند خود پولس در زندگیش یک راه و یک هدف را تعیین میکرد و آن هم فکر بودن و مثل و مانند مسیح و یا منجی بشریت شدن است که اجازه میخوام ابتدا آیات را براتون بخونم و بعد تفسیری درباره آیات تقدیم حضورتون کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس میفرماید در عیسی خداوند امیدوارم که تیموتائوس را به زودی نزد شما بفرستم تا من نیز از احوال شما مطلع شده تازه روح گردم، زیرا کسی که دیگر را همدل ندارم که به اخلاص درباره شما اندیشد، زان رو که همه نفع خود را می‌طلبند نه امور عیسی مسیح را. اما دلیل او را می‌دانید، زیرا چنان که فرزند پدر را خدمت می‌کند او با من در انجیل خدمت کرده است. پس امیدوارم که چون دیدم کار من چطور می‌شود او را بیدرنگ بفرستم. اما در خداوند اعتماد دارم که خود هم به زودی بیایم، ولی لازم دانستم که اپافرودیتوس را به سوی شما روانه نمایم که مرا برادر و همکار و هم جنگ می باشد، اما شما را رسول و خادم حاجت من، زیرا که مشتاق همه شما بود و غمگین شد از اینکه شنیده بودید که او بیمار شده بود و فی الواقع بیمار و مشرف بر موت بود، لیکن خداوند بر وی ترحم فرمود و نه بر او فقط بلکه بر من نیز، تا مرا غم دیگری نباشد. پس به سعی بیشتر او را روانه نمودم تا از دیدنش باز شاد شوید و حزن من کمتر بشود. پس او را در خداوند با کمال خوشی بپذیرید و چنین کسان را محترم بدارید، زیرا در کار مسیح مشرف بر موت شد و جان خود را به خطر انداخت تا نقص خدمت شما را برای من به کمال برساند. در این آیات حضرت پولس به مسیحیان شهر فیلیپی میگوید که اگر خدا بخواهد من به زودی تیموتائوس را نزد شما میفرستم تا شما را او را ببینید، تا وقتی برگرده از احوال شما به من نیز خبر بده و جانم را زنده کنه یا روحم را تازه کند. میفرماید ای مسیحیان شهر فیلیپی، هیچ کس مثل تیموتائوس تا این اندازه به شما علاقه‌مند نبوده و نیست. مثل اینکه هر کسی در این زمانه در فکر کار خودشه و نه در فکر خدمت به عیسی مسیح، ولی شما تیموتائوس را میشناسید. او درست مثل یک فرزند به من خدمت کرده است تا پیغام دلنشین انجیل رو به مردم برسانم. امیدوارم به محض اینکه فهمیدم کار من به کجا میرسد تیموتائوس را پیش شما میفرستم و امیدوارم که به یاری خداوند خود من هم به زودی پیش شما بیایم. دوستان عزیز، در این آیات اگرچه ظاهراً فقط آیات اطلاعاتی می باشند، ولی مطالبی است که نبایستی چشم بسته از آن بگذاریم. اول از همه شاهد رابطه دوستی و پدرانه بین حضرت پولس رسول با تیموتائوس می باشیم. این جوان پسرخوانده رسول خدا محسوب می شد، زیرا از همان ابتدای زندگیش وجودش را وقف امور معنویت و بشارت انجیل مقدس کرده بود و در آیات بعد متوجه می شویم که تیموتائوس نیز هم فکر و هم راه و هم عقیده رسول خدا بود و حضرت پولس نیز هم فکر مسیح مقدس. زیرا اگر در آیات فصل اول توجه نموده باشید ما با این حقیقت مهم روبرو میشیم، چون رسول خدا میگوید مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. و آرزوی قلبی مسیح مقدس و حضرت پولس این است که نه فقط تیموتائوس و ایمانداران شهر فیلیپی هم فکر مسیح باشند، بلکه همه ما در زندگیمون فکر مسیح مقدس را فکر خودمون بگردانیم. و این هم فکری با مسیح که میتونه ایمانداران را متحد و به هم نزدیک سازد. در آیه 21 متوجه میشویم افراد زیادی بودن که فقط به فکر خودشون بودن. برایشون مهم نبود که بشارت انجیل به سمع امتها یا غیر ایمانداران برسه یا نه. و پولس رسول از این ایمانداران که حاضر به شرکت در بشارت انجیل نیستن گله می کند. دوست عزیز، امروز کلام خداوند به ما امر می کند که بشارت حیات بخش انجیل رو به سمع مردم برسانیم. سوال مهم این است که شما در برابر این امر خدا چه عکس العملی رو نشان می دهید؟ آیا فکر مسیح را فکر خود گردانیده اید؟
در آیه 22 پولس باز یادآور می شود که هیچ چیز حقیقتاً نمی تواند انسانها را متحد سازد مگر اینکه روح و روان آنان با منجی عزیز عیسی مسیح متحد باشد. و دوستان، وقتی دو نوع یا دو نفر یک نوع فکر داشته باشند و ضبع درک و فهم و مقصود یکی باشد، آن وقت است که اتحاد کامل و مطلق وجود دارد. و حضرت پولس میخواد که همه مسیحیان با اطاعت کردن از کلام خداوند صاحب این چنین اتحادی باشند. او تیموتائوس را پیش ایمانداران شهر فیلیپی میفرسته تا آنها را تعلیم بده و در نتیجه آنها را کمک کنه که بتونن هم فکر و متحد بشن و هدف و مقصود زندگیشون مسیح مقدس و زنده باشد. پولس امیدوار بود که یک بار دیگر از زندان آزاد بشه و بتونه ایمانداران شهر فیلیپی رو ببینه، ولی همونطور که میدانیم پولس این بار هیچ وقت از زندان آزاد نمیشه، بلکه نرو، این امپراتور وحشی روم، امر میکنه که گردن او را بزنن. از آیه 25 حضرت پولس ما را با رهبر و یا کشیش کلیسای شهر فیلیپی آشنا می سازد و شخصیت و محبت و فداکاری و صفات شایسته این راد مرد خدا را به ما نشان می دهد. اپیفروتوس کشیش کلیسای شهر فیلیپی وقتی شنیده بود که حضرت پولس در زندان روم افتاده، یک سفر بسیار طولانی و مشکلی رو تحمل میکنه تا از طرف خودش و کلیسای فیلیپی ابراز همدردی کرده و همچنین هدایایی جهت کمک به رسول خدا که در زندان افتاده بود با خود آورده بود. به خاطر وجود این کشیش مهربان بود که حضرت پولس این رساله را می نویسد، ولی در این سفر طولانی اپیفروتوس مریض میشه و مرض اونقدر بد میشه که در بستر مرگ میافتد. و در این اثنا خبر به مسیحیان شهر فیلیپی میرسه که کشیش شما یا رسولی که شما پیش حضرت پولس فرستادید در راه مریض شده و در بستر مرگ افتاده است. ایمانداران از شنیدن این خبر بسیار تأثر میشوند و به درگاه خدا دعا میکنند. روحیه آنها بیش از بیش تضعیف میشه و احساس میکنند که شیطان داره ضربات مهلکی به روح و روان آنان وارد میکند، زیرا نه فقط رسول خدا در زندان بود، بلکه حالا تنها رهبرشان نیز دور از دیار و وطن خود در سرزمین غربت در بستر مرگ افتاده بود. چه بسا احساس شرم و مسئولیت می‌کردند و می‌گفتند تقصیر ماست که به اپیفروتوس مریض شده، چون که ما او را به این سفر طولانی فرستادیم. ولی حضرت پولس در این رساله به آنان مژده می‌دهد که خداوند از روی رحمت خود او را از بستر مرگ شفا داد. این نوع عکس العمل از طرف ایمانداران نسبت به کشیش یا شبان خود صحبت از یک محبت و دوستی و رابطه بسیار صمیمانه‌ای می‌کند که بایستی در میان همه کلیساها باشد. اگر کلیسایی نسبت به شبان خود این چنین عکس العملی نداره، خیلی واضح است که این کلیسا مطابق تعلیمات انجیل عمل نمی‌کند. کشیش این کلیسا شدیداً مورد علاقه و محبت اعضای کلیسا بود و دوست من، چنین محبتی آشکار کننده اینه که آنان سعی تمام داشتند که زندگیشون مسیحا وارانه باشد. شاید در اینجا این مطلب پیش بیاد که چرا حضرت پولس او را شفا نداد. عرض کنم بعضی از ایمانداران هستند که خیال میکنن یک مسیحی نباید مریض بشه و اگر مریض شد او نباید حتی پیش دکتر بره، بلکه آن را با دعا به دست خدا بسپاره. دوستان عزیز، البته که ما بایستی دعا کنیم و از خداوند طلب شفا کنیم، ولی این نوع طرز فکر با کلام خدا ممکنه مغایرت داشته باشه. ببینید، اول از همه باید گفت که خداوند به انسانها حکمت بخشیده تا بتوانند از خودشون نگهداری کنن، سالم بمونن و کارهای طبی که امروز قادر به انجام آن هستند و بلکه بیشتر از آن نیز انجام بدهند. حالا حضرت پولس در رسالش یادآور میشه که وقتی به شهر تسالونیکی رفت هیچ دلیلی برای اثبات ادعا و حقانیت پیام انجیل نداشت مگر معجزه کردن و شفا دادن بیماران. ببینید، خدا در آن موقع به حضرت پولس این عطیه رو میده تا دیگران را با کلامی شفا ببخشد. ولی برای چه خدا این قدرت و یا این معجزه را به او میدهد؟ برای اینکه او حقانیت انجیل رو به مردم بت پرست تسالونیکی ثابت کند. ولی متوجه میشویم که وقتی پیام انجیل به مردم رسیده بود،
پولس مریضان را در دعا به دست خدا میسپارد، زیرا نیازی نبود که به اپافرودیتوس و یا مسیحیان شهر فیلیپی حقانیت انجیل رو ثابت کند، زیرا آنان خودشون حقیقت مسیح رو تجربه کرده بودند. برای اثبات این ادعا کافی است که از خودمون بپرسیم چرا وقتی تیموتائوس مریض بود پولس رسول رو شفا نداد؟ و یا چون تیموتائوس مثل پسرش عزیزترین کسی بود که در این دنیا داشت؟ و یا چرا اپافرودیتوس را که همکار خود میخونه رو شفا نمیده؟ در عوض پولس به جای اینکه آنها رو شفا بدهد فقط برایشون دعا میکند. با دعا کردن از درگاه خدا تقاضای طلب شفا میکنه و آن را به دست خدا میسپارد و از خداوند میخواد که فیض عطا کنه و آنها را شفا بدهد. و البته خدا نیز جواب دعا رو میده و آنها رو شفا میدهد. به زبان دیگر دوستان عزیز، ما وظیفه داریم که وقتی مریض شدیم خودمون رو به پیشگاه طبیب طبیبان عیسی مسیح زنده کلمه خدا تسلیم کنیم و از او بخوایم که ما را شفا ببخشد. و خداوند دوستان یا به طور معجزه‌آسا شما را شفا میده و یا از انسانها برای مقاصد خود و حتی برای شفا به کار میبره، استفاده میکنه. و اگر خواست خداوند این باشه که ما شفا پیدا کنیم، اگر خواست خداوند در شفای ما باشد، بدانید که او ما را شفا خواهد داد و آن وقت باید نام خدا را سپاس گفته و جلال و تعریف را به او بدهیم. در آیه 25 حضرت پولس اول از ایمانداران به خاطر اینکه اپافرودیتوس را فرستاده بودند سپاسگزاری میکنه و میگوید فرستادن او بسیار بجا بود، زیرا از دیدن او روحم شاد شد. وقتی شنیدم که ایمانتون قویه خیلی خوشحال شدم. و بعد میگه من و کشیش شما دوشا دوش با هم جنگیده ایم. مقصود از جنگ همان نبرد روحانی است، نبرد نور با تاریکی، بشارت انجیل مقدسه، نبرد راستی با دروغ می باشد. زیرا رسانیدن بشارت انجیل مقدس در حقیقت نبرد روحانی محسوب میشه، همان گونه که زندگی کردن برای خدا در این دنیای تاریک در حقیقت مبارزه در جنگ روحانی محسوب میشه. و مقصود پولس رسول این است که اپافرودیتوس نیز مانند من در رسانیدن بشارت انجیل نه فقط فعال بوده، بلکه با مشکلات و سختی ها دست و پنجه نرم کرده. حتی در این ایام که من در روم بودم او خیلی زحمت کشیده و نزدیک به مرگ شده، به خاطر بشارت انجیل نزدیک بود بمیره، ولی حالا خدا را شکر که خدا او را سلامتی بخشیده و من پیش شما اونو میفرستم تا نه فقط شما را از اوضاع و احوال اینجا آگاه کنه، بلکه شما را نیز در ایمانتون قوی کنه و کماکان یک زندگی مسیحایی و پاک داشته و باعث افتخار نام مسیح بشوید. پولس میگه که البته منم دلم میخواد بیام اگر آزاد بشم، ولی دوستان همونطوری که متوجه میشویم پولس آزاد نمیشه و سرانجام در روم کشته میشود. دوستان عزیز، وقتی که ما زندگی تیموتائوس و اپافرودیتوس را دقیقاً مطالعه کنیم، اولا متوجه میشویم که افکار آنها یک چیز بود و آن بشارت انجیل. هدف زندگیشون خدمت کردن به هم نوعانشون بود. آنان از منجی خود عیسی مسیح زنده الهام گرفته بودند، زیرا عیسی مسیح فرمود که من آمدم تا خدمت کنم و جانم را در راه بسیاری فدا کنم. هیچ منجی و نجات دهنده‌ای در عالم بشریت چنین ادعا و عملی رو نشان نداده است که بگوید من آمدم تا خدمت کنم و جانم را در راه بسیاری از مردم فدا کنم. عیسی مسیح زندگیش را بیش از هر شخصیت دیگری در عالم هستی وقف خدمت کرده بود، به طوری که کلام میگه حتی جایی برای سرنهادن نداشت و بیشتر وقتا حتی موقع غذا خوردن هم میرفت خدمت میکرد. وقت برای غذا خوردن هم نداشت، همه را در راه خدمت به خلق به کار میبرد. مطلب دوم در مورد تیموتائوس و اپافرودیتوس در آیه 22 که میگوید او دوره تعلیم خاصی دیده بود، به طوری که جای بسیار مهمی در خدمت و تعلیم دادن بشارت انجیل داشتند و مسلماً خداوند چین کسانی را که روحیه خدمت رو دارن از نظر دور نمی دارد، به طوری که در آیه 23 ثمره و برکاتی که در نتیجه روحیه خدمت داشتن به دست آمده است ذکر می کند.
نه فقط تیموتائوس بلکه اپافرودیتوس نیز دارای چنین شخصیت و روی شایسته مسیحایی بود. فراموش نکنید که اپافرودیتوس یک غیر یهودی بود. او در زندگیش قبلا بت پرستی میکرد. از خدا یکتا و تعلیمات خداوندی هیچ چیزی نمیدانست. حسابش را بکنید که پیام انجیل مقدس چقدر در او اثر کرده بود که حالا دیگر نه فقط آن بت‌ها را از خیال و زندگیش دور کرده بود، بلکه توجهش تماما به خدای نادیده بود، خدایی که تا آن زمان هیچ چیزی دربارش نشنیده بود. و دوستان عزیز، این صحبت از یک ایمان عظیمی میکنه. او وقتی پیام انجیل رو شنید دریافت که آنچه که میدونه با آنچه که میشنود از زمین و تا آسمان فرق داره و نه فقط بین اون دو تفاوته، بلکه کاملا متضاد یکدیگر هستن. حسابش رو بکنید دوستان که اپافرودیتوس چه احساسی داشت. او به تمام معنا یک حقجو و طالب حقیقت و راستی بود، ولی حالا چیزایی میشینید که همش به ضد آنچه بود که تا به حال بهش اعتقاد داشت. ببینید اپافرودیتوس به ضد پیام انجیل قیام نکرد و نگفت که آخه چطور میشه خدا یک خدای نادیده باشه. نگفت که اگر من نتونم خدایم را ببینم بهش ایمان نمی آورم، بلکه وقتی پیام انجیل رو شنید در ته قلبش ندایی شنید، وجدانش منقلب شد و دانست که پیام انجیل پیام حقیقت و تنها امید او می باشد. پس به مسیح ایمان می آورد و زندگیش را در راه مسیح فدا می کند. دوست عزیز، شما چطور؟ آیا تعصب به عقاید آبا اجدادیتون مانع پذیرفتن حقیقته؟ آیا وقتی که پیام انجیل مقدس، پیام خدا را میشنوید شما غیرتی میشوید و عصبانی؟ و یا مثل اپافرودیتوس اجازه میدید که با شنیدن پیام انجیل مقدس صدای خدا نیز در قلبتون شنیده شود و بدین وسیله زندگیتون مقبول خدا گردد؟ آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.